نماز را در خانه خوانی از آن شرط است. در خانه برادران عزیز، اگر خانه ما و شما در شهر باشد و مسجدهای ما و شما در شهر کشاده باشند و 5 وقت در داخلشان اذان باشد، دیگر در خانه ای که در شهر زندگی میکند اذان و اقامه گفتن، این دیگر نه شرط است و نه واجب است و دیگر نه سنت. یعنی ما میتونیم بدون قامت یا بدون اذان نمازهامون در الله اکبر گفته آغاز کنیم. اجازت است وقتی که اگر آواز اذان یا گویم در مسجدهای ما و شما 5 وقت اذان گفته شود. دیگر سوالی که دادن گفتن نماز شکر وضو را در کدام وقت خواندن ممکن است؟ هرگاهی که شما طهارت میکنین، همین 3 حالت نباشد، وقتی طلوع آفتاب، وقتی زوال یعنی وقتی قیام میگیم قیام و وقتی غروب، اینها را برادران شما وقتاش میتونید که از همون طریق اینترنتی شما یابین که وقتی طلوع آفتاب کمه کدام وقت است، قیام کی است و غروب کی است. همین 3 حالتی خواندن یگان نماز نیست. دیگر حالت در هر گاهی که شما طهارت کردین برادران عزیز و گرامی، میتونید که شما 2 رکعت برای نماز شکر وضوتون خوانید. دیگر گفتن سوالی که دیگر دادن گفتن بابای حاجی خواب بینی که در کعبه هستی و پیغمبرمون صلی الله علیه و سلم در همان جا هست، نماز پیشین را میخوانیم، این چی تعبیر دارد؟ من اصلا برادران عزیز چندین بارها بیانم کرده بودم که من تعبیر خواب کرده نمیتونم، ولی انشاءالله هر خوابی که اگر به همین طرزی که این برادر است خواهر است بیان کرده است، اگر بینی کعبه را خواب بینی، ببین مسجد خواب بینی، قرآن خواب بینی، پیامبر خواب بینی، این معنای او را دارد که خودت آدمی با سعادتی، خودت آدمی با برکتی، خودت آدمی بسیار خوبی، زیرا که در خواب هر کس برادران و خواهران عزیز کعبه و پیامبر نازنین، مسجد، قرآن، اینها در خواب هر کس داخل نمی شود. چقدر اگر آدم وجودش تازه باشد، پاک باشد، خوب باشد، این خوابها در ذهن او کس می آید، این خوابها را ببیند. برای همین گواهی گفته میتونم که انشاءالله خواب بسیار مبارک است، خواب بسیار خوابی خیر است.